سلام، میلاد بازدار هستم. جلسه سوم دوره نتورک پلاس. خیلی سریع و بیوقفه بریم سراغ مطالب جلسه سوم. خب، جلسه قبل راجع به بحث لاجیکال و فیزیکال شبکه با هم دیگه صحبت کردیم و این جلسه راجع به کامپوننت ها صحبت میکنیم. کامپوننت ها یا اجزای شبکه به دو دسته کلی تقسیم میشن، یا اکتیون یا پسیو. خب، اکتیو ها رو نام ببرم و حالا یه توضیح خدمتتون بدم. سرور، کلاینت. حالا کلاینت میتونه مثلا پی سی، پرسونال کامپیوتر یا در واقع لپتاپ باشه. سویچ، روتر، فایروال، مودم، ریپیتر و هاب و خیلی چیزای دیگه ممکنه در این دسته قرار بگیره. در مقابل چی رو داریم؟ پسیو رو داریم. رک، پچ پنل، کانکتور، کابل، داک، کیستون، حالا یا کیستون به قول بعضیا، پچ کورد و غیره. خب، حالا چرا به اینا میگن پسیو، چرا به اونا میگن اکتیو؟ داستان از این قراره که این حالا اجزا یا کامپوننت ها رو وقتی نگاه میکنید که بهشون میگیم پسیو، بیشتر برای بحث برقراری ارتباطات ما دارن به کار گرفته میشن. خب، و حالا اجزایی هستن که به خودی خود شاید کاربردی نداشته باشن، یعنی باید در کنار چیز دیگه‌ای باشن که کاربرد خودشون رو نشون بدن. اما اجزای اکتیو به این صورت نیستن. سرور خب کارایی خودش رو داره، کامپیوترهای ما کارایی خودشون رو دارن به تنهایی و غیره. حالا یه تعریفی وجود داره، زیادم راجع به این صحبت نکنیم، اینطوری حالا شاید گیج کننده تر بشه. یه تعریفی وجود داره که من نمیتونم 100% این تعریف رو رد یا تایید کنم. میگن که آقا اگر به این کامپوننت برق وصل شد اکتیوه، اگر نشد پسیوه. حالا جلوتر میگم که چرا نمیتونم تاییدش کنم یا حتما ردش کنم. خب در کلیات شاید درست باشه، اما وقتی جزئی تر به یه سری از مسائل نگاه کنیم میفهمیم که درست است. در نهایت حالا زیادم سخت نگیرید، خودتون دیگه یواش یواش آشنا میشید که این یک دستگاه های لوله، پس جزء کامپوننت های اکتیو محسوب میشه. ولی خب اینا حالا به قول معروف لو لول ترن و جزء کامپوننت های پسیو محسوب میشن. خب سرور چیه؟ سرورها چی هستند؟ کامپیوترهایی هستند با قدرت پردازشی بالاتر که میتونن نسبت به کامپیوترها یا در واقع اون پی سی ها، لپتاپ هایی که ما تا به امروز دیدیم، خیلی پروسه های بیشتری رو میتونن چکار کنن، در لحظه میتونن پردازشش رو انجام بدن و به قول معروف از لحاظ سخت افزاری خیلی گردن کلفترن نسبت به چی؟ نسبت به کامپیوترهایی که ما تا به امروز دیدیم. میتونید حالا سرچ کنید توی اینترنت، برندهای مختلفی وجود داره، از جمله HP و دل که حالا های لول های بازار جهانی هستن. میتونید اینا رو ببینید و عکسش رو حداقل ببینید که داستانشون از چه قراره. کلاینت ها رو حالا صحبت کردیم، بحث کامپیوترها یا لپتاپ هایی که داریم ازشون استفاده میکنیم. سویچ ها، سویچ چیه؟ سویچ یک دستگاهیه که ما قراره ایناست. خب ما قراره که به اینا یک سری کابل رو وصل کنیم، همون شبکه استار ما رو به وجود بیارن. یعنی چی؟ یعنی اینجا یادتونه این شکل رو اینطوری بود. خب اینجا یه سویچ این وسط قرار بگیره و کامپیوترهامون بهش چی بشن؟ متصل بشن به این صورت. اوکی. خب بعد قرار خب ارتباط این کامپیوترها رو برقرار بکنه. اون یا اگر خاطرتون باشه جلسه قبل راجعش توضیح دادم، گفتم فعلا کامپیوتر در نظر بگیرید، ولی خب سویچ، تو اون توضیحاتی که داشتم میدادم راجع به توپولوژی ها، چی بود؟ این وسطیه سویچ بود، همینه که الان داریم اینجا میبینیم. یه کابل هایی بهش وصل میشه و ارتباط این کامپیوترها رو با هم دیگه برقرار میکنن. روتر چیه؟ حالا میرسیم به بحثش. روتر قراره برای ما یه کاری انجام بده به نام چی؟ همونطور که از اسمش هم پیداست، مسیریابی انجام بده. مسیریابی چی انجام بده؟ داخل شبکه کاربردی داره که راجبش بعداً بیشتر صحبت میکنیم. خب فایروال چیه؟
فایروال یک حالا معمولاً به صورت یک دیوایس توی شبکه‌ها استفاده میشه ازش و قراره که فیچرها یا قابلیت‌های امنیتی به ما بده. مودم حالا خیلیاتون شاید توی منزل یا محل کار دیده باشید، یک دستگاهیه که در واقع قرار کانکشن ما رو با اینترنت معمولا به این صورت دیگه با اینترنت برقرار کنه. ریپیتر یا در واقع تکرار کننده، راجبش صحبت میکنیم. این هم دیوایسی که داره توی شبکه ازش استفاده میشه. و در نهایت هاب ها امروز دیگه یه جورایی که نه حتما منسوخ شدن، ولی خب توضیحش رو بازم میدم به وقتش که رسیدیم، توضیحش رو میدم که بدونید داستانش از چه قراره. خب همینا که گفتم توضیح میدم، راجبشون صحبت میکنیم زیاد، نگرانش نباشید. فقط الان در حد معرفی خواستم بهتون بگم. خب سرور راجبش اینجا صحبت نمیکنیم، ولی این تجهیزات دیگر راجبشون صحبت میکنیم. کامپوننت های پسیو، رک چیه؟ این کمودا که توی کمد لباس میذاریم و توی این رکاش میذاریم تجهیزات شبکه رو میذاریم. اما از همین تجهیزاتی که دیده بودید، سرورها، سویچ ها، روترها، فایروال ها و غیره، اینا رو به خاطر اینکه منظم و مرتب باشه داخل این چه قرار میدیم؟ رک ها قرار میدیم. خب همینجا میتونم بگم که چرا اون تعریفی که کرده بودم راجع به بحث اینکه برق وصل بشه، نمیدونم اکتیو، برق وصل نشه پسیو، اینجا صدق میکنه. این رک جزء کامپوننت های پسیو محسوب میشه. خب اما رک هایی رو ما داریم که در واقع برق بهشون وصل میشه، شبکه بهشون وصل میشه و مانیتور میکنن دمای نمیدونم داخل رک و نمیدونم فن هایی که داره کار میکنه و از این جور چیزا. خب پس حالا من میام چیکار کنم؟ این رک رو الان جزء کامپوننت های پسیو در نظر بگیرم یا اکتیو؟ اوکی، به خاطر همین گفتم نمیتونم حتما تاییدش بکنم یا رد کنم، ولی حالا این اجزایی که وجود داره دیگه. پس رک رو داریم که به این صورت داخلش تجهیزات مربوط به شبکه رو قرار میده. پچ پنل چیه؟ پچ پنل اینه. خب یک کامپوننت پسیو محسوب میشه. کارش چیه؟ کارش اینه که ما کابل هایی که داریم از یک کامپیوتر، خب از یک کامپیوتر فعلا در نظر بگیریم، میاریم قراره به یه همچین دستگاه هایی که اسمش سویچه وصل بکنیم. خب اینو اگر همینطوری این کابل رو برداریم بیاریم وصلش کنیم به این سویچه، خب ممکنه به خاطر مثلا قطع و وصل کردن و از این جور چیزا این سویچ آسیب ببینه و نتونیم، البته اینم بگم، لیبل درستی بزنیم. یه روزی اگر بخوایم کاری انجام بدیم، مثلا مینتیننسی انجام بدیم، این کابل مثلا قطع شده یا و سویچه به مشکل خورده، بحث مدیریت این کابل ها سخت میشه. خب و هی باید از روی سویچ در بیاریم، بزنیم، وصل کنیم، نمیدونم از این جور چیزا. پس بنابراین چیکار میکنیم؟ این کابل ها رو به جای اینکه بیاریم مستقیم تو این سویچ، این کار رو انجام نمیدیم. یعنی اینو پاک کنم، اول میاریم کجا؟ اول میاریم پشت این پچ پنله. خب مثلا این کابلی که الان تا اینجا اومده، میاریمشون پشت این پچ پنله و از این پچ پنله به واسطه یک کابل دیگه‌ای به نام پچ کورد وصلشون میکنیم به چی؟ سویچه. خب اینجا این کابله که اسمش پچ کورده، خب هیچ چیزی نیست، کابلیه که دو سرش کانکتور داره. راجعش صحبت میکنیم، راجع به کانکتور. ولی پچ کورد هم یه نوع کابل دیگه، همین کابل، یه کابل شبکه است، کابل خیلی خاصی نیست، یعنی دستی هم میتونید درستش کنید و تو بازار هم وجود داره که شما پچ کوردهای مثلا چه می‌دونم 1.5 متری، 5 متری، اینا رو ممکنه زیاد دیده باشید توی مثلا جعبه های مودمی که اگر خریداری کردید اونجا هم وجود داشته. همون کابل هایی که حالا کابل شبکه معروفن، میرید میگید مثلا کابل شبکه میخوایم، اونا رو مد نظرمونه، به اونا میگیم چی؟ پچ کورد. خب پس چیکار کردیم؟ از یک کامپیوتر آوردیم پشت پچ پنل، از این پچ پنل وصلش کردیم به این سویچ. خب اگر روز مثلا، اولا که اینو بگم، اینجا میتونیم لیبل بزنیم خیلی خوب مرتب پشت سر هم بچینیم
بعد اگر مثلا این پچ پنل 24 تا جا داشته باشه و مثلا سویچ ما 48 پورت جا داشته باشه، راجع به اینا صحبت میکنیم. اتفاقی که میفته خیلی راحت میتونیم مدیریت کنیم بحث نظم و انضباط این کابل ها رو که قشنگ مرتب بتونن داخل این رک بیان و انباشته نشن روی سویچ یا مثلا پورت ها قطع بشه و از اینجور چیزا. پس به خاطر بحث نظم و ترتیب، حالا مخلص کلام اینه، به خاطر بحث نظم و ترتیب و اصطلاحاً آرایشی که میخوان انجام بدن، آرایش خوبی بشه، از پچ پنل استفاده میکنن. و البته خب به خاطر بحث اینکه پورت های این سویچه خراب نشه، به خاطر اینکه شاید کابل رو میخوایم جابجا کنیم خراب نشه، از این قابلیت استفاده میکنیم. خب از این پچ پنل استفاده میکنیم. کانکتور چیه؟ اینه. این یک نمونه از چیه؟ کانکتوره. خب ما این رو استفاده میکنیم کجا؟ قرار این کابل وصل بشه به پشت مثلا یک کامپیوتر. خب این کابل چجوری باید وصل کنیم به کامپیوتر؟ این کابل رو در نظر بگیرید قرار بیاد برسه به یک پشت یک کامپیوتر و وصل بشه به کامپیوتر. از طریق این کانکتور وصلش میکنیم به کارت شبکه‌مون روی کامپیوتر، حالا یا روی لپتاپ یا روی دستگاهی که داریم. اوکی. خب این رو میتونیم در قالب چی در نظر بگیریم؟ دو شاخه برق. خب دو شاخه برقی که داریم استفاده میکنیم، میتونیم این کانکتور رو همون شکلی در نظر بگیریم. خب ما سیم برقی که داریم میاریم چیکارش میکنیم؟ وصلش میکنیم به یه دو شاخه و بعد میزنیمش به پریز. اوکی. خب کابل که مشخصه، حالا راجع به کابل ها مفصل صحبت میکنیم. داکت این سفید است. این خب در انواع و اقسام مختلف وجود داره. حالا بعضی از این مدل ها رو بهش ترانکینگ میگن که روشون پریز و از این جور چیزا سوار میشه. خب ما زیاد با اینا کاری نداریم، چون اصولا ما قرار نیستش که کار پسیو کاری رو انجام بدیم و فقط باید دیدی داشته باشیم که چی به چیه، کی به کیه، اسامی اینا چیه و درستش رو بدونیم. و راجع به حالا کلیات این ماجرا صحبت میکنیم ولی راجع به جزئیات اونقدر صحبت نمیکنیم. خب پس داکت چیه؟ داکت این محفظه‌ایه که میبینید از داخلش کابل ها رو رد میکنن. حالا کابل برق، کابل شبکه، کابل تلفن از داخل این رد میشه که باز هم به خاطر بحث شکیل بودن و اینه که یه موقع حالا کابل مثلا در اثر اینکه پای کسی گیر کنه و از این جور چیزا قطع نشه، منظم مرتب باشه، از روی دیوار مثلا خیلی راحت بزنیم و کابل هامون رو عبور بدیم. کیستون اینه. کیستون همونطور که گفتم این رو در قالب دو شاخه در نظر بگیرید، دو شاخه برق در نظر بگیرید. این رو در قالب چی در نظر میتونیم بگیریم؟ در قالب پریز برق میتونیم در نظر بگیریم که اینجا این دایره که کشیدم میتونیم اینجا ببینیم. خب ما یک کیستونی رو حاضر میکنیم. وقتی کسی میاد، مثلا فرض کنید من با لپتاپم اومدم میخوام الان وصل بشم به شبکه حالا این ساختمون، فقط کافیه که یک کابلی رو وصل کنم و از این ور وصلش کنم به اینم مثلا لپتاپم. خب این به این لپتاپه و ارتباط من با شبکه برقرار میشه. پس به اینا نود هم میگن، اگر شنیدید، نه به این کیستونه، اینی که اینجا حاضر گذاشتن نود، NODE، گره. خب اینم تا اینجا. حالا اگر خواستید یک سری ویدیوها رو من میتونم در اختیارتون قرار بدم که بتونید از این ویدیوها استفاده کنید. شاید تو کانال گذاشتم که ببینید، ویدیوهایی هستش که توی یوتیوب و حالا تو اینترنت میتونید پیدا کنید، ببینید که نحوه این بحث مثلا کابل کشی ها به چه صورته و غیره. پچ کردم که راجبش صحبت کردیم. یک کابلیه که دو سرش چی خورده؟ کانکتور خورده. حالا یا خودمون دستی حاضرش کردیم یا چه اتفاقی افتاد اینو به صورت آماده خریداری کردیم. اینم تا اینجا. خب بحث بعدی بحث میدیاست. میدیا یا رسانه به دو بخش کلی تقسیم میشه، یا وایرده یا وایرلسه. پس یا کابلیه
یا چیه؟ وایرلس بی سیم. خب همین وایرد ها به دو دسته کلی باز تقسیم میشن، یا بهشون میگیم مثلا کیبل کاپر یا مثلا کابل مسی، یا چی؟ فایبر اپتیک، یا چی؟ فیبر نوری. همین کاپر ها هم باز به دو دسته تقسیم میشن، یا کوکسیاله یا چیه؟ تویستد پیر. راجع به اینا صحبت میکنیم. کوکسیاله رو صحبت کنم. کوکسیاله باز هم خودش به دو دسته تقسیم میشه، یعنی دو دسته کوکسیاله، یا تینه یا تیکه، لاغر، چاق، نمیدونم نازک، ضخیم، این شکل. امروز دیگه ور افتاده، ازش استفاده نمیشه مگر توی ساختارهای دوربین مدار بسته یا کابل‌های آنتن و ماهواره و از این جور چیزا. پس ما توی شبکه امروزه دیگه ازش استفاده نمی‌کنیم. اما اگر خاطرتون باشه توی شبکه باز گفتم از چی استفاده می‌کردن؟ کابل کوکسیال، که امروزه دیگه خب شبکه باز هم وجود نداره و ما هم از کابل کوکسیال توی ساختار شبکمون استفاده نمی کنیم. بحث دوربین و اینا هم که جداست از ما کلا. خب پس از چی استفاده می کنیم؟ ما یا از کاپرهای تویستد پیر استفاده می کنیم، زوجهای چی؟ به هم تابیده که اینه. خب یا از کابل‌های چی؟ فیبر نوری، فایبر اپتیک ها استفاده می کنیم که اینه. یا چی؟ وایرلسیم که بحثش کلا جداست، راجع به وایرلس ها بعداً صحبت می کنیم. خب تویستد پیر ساختارش به این شکله: 4 زوج یا در واقع 8 رشته داخل یک حالا غلافی جمع شدن، به این میگیم چی؟ کابل تویستد پیر، یا به اختصار تی پی هم ممکنه بشنوید. اوکی، راجع به این کابل های تویستد پیر توی اسلاید های بعدی کامل صحبت میکنیم. فقط الان میخوام در حد معرفی و اینکه ذهنتون آماده سازی بشه برای اینکه ما چه اجزایی داریم، این ارتباطات به چه صورت قرار برقرار بشه و اینا، دارم ذهنتون رو سعی میکنم که آماده کنم. خب یا بحث چیه؟ خب از روی این کابل های مسی در واقع چی داره عبور داده میشه؟ الکتریسیته داره عبور داده میشه، درسته؟ برق داره رد میشه. ولی از روی این فایبر اپتیک چی رد میشه؟ از روی این داره نور عبور میکنه. پس کلا توی ساختارشون متفاوته. خب اینم تا اینجا. پس کابل های کوکسیال رو گفتم، امروز دیگه ازشون استفاده نمیشه، فقط برای معرفی گفتم این رو. امروز از کابل های تویستد پیر و فایبر اپتیک استفاده میشه توی بحث وایرد و وایرلس هم که کلا بحثش جداست. خب بریم سراغ چی؟ ترانسمیشن مودز. ترانسمیشن مودها به 3 دسته تقسیم میشن: یا سیمپلکسن، یا هاف داپلکسن، این ال دارک ال، یا فول داپلکسن. اوکی، بریم توضیح بدم که یعنی چی. سیمپلکس ارتباط یک طرف است، یعنی این حالا کامپیوتر یک، دیوایس یک، بیسیم یک، هر چیزی، این دو، یک با دو ارتباطش به چه صورت برقراره؟ فقط یک داره مثلا تو این سناریو داره صحبت میکنه، دو فقط شنونده است و نمیتونه صحبت کنه. اوکی، پس ارتباط یک طرف است. اگر بخوام مثال امروزی بخوام بزنم، ارتباطی که ما مثلا توی بحث رادیو تلویزیون داریم، خب شما نمیتونید ارتباط دو طرفه داشته باشید، ارتباط یک طرفه دارید و این ارتباط داره چجوری انجام میشه؟ شما مثلا دو هستید توی خونه با تلویزیون نشستید، درسته؟ و یک چیه؟ بحث صدا و سیماست که داره سیگنال رو به سمت شما ارسال میکنه که شما بتونید چیکار کنید؟ یک حالا تصویر یا صدایی رو ببینید یا صدایی رو بشنوید. به این صورت سیمپلکس، ساده. بحث چی بعدی؟ هاف داپلکس. این ارتباط باز هم یک طرفه است، خب اما در آن واحد، یعنی قابلیت اینکه هر دو همزمان بتونن ارسال و دریافت داشته باشن وجود نداره. خب ولی اگر یکیشون ارتباط رو برقرار کنه، بعد ارتباط رو چیکار کنه؟ مثلا اینجا قطع کنه دیگه، خب
منظور از این که قطع کنه دیگه مثلا اگر داره صحبت میکنه اینطوری در نظر بگیریم، چون بی سی من گذاشتم، داره صحبت میکنه باید چیکار کنه؟ مثلا دستش رو از رو شاسی بیسیم برداره که نفر دیگه بتونه توی این سناریو صحبت کنه. پس اگر یه همچین چیزی بود اوکیه، به این میگیم چی؟ 7 داپلکس. یعنی در نهایت در آن واحد فقط یک طرف میتونه صحبت کنه، حالا یا 1-2 یا 2-1، این شکلی، به این صورت. پس در آن واحد فقط یک نفر میتونه صحبت کنه. ما به این میگیم چی؟ 7 داپلکس. اما هر دو طرف قابلیت این که فرستنده و گیرنده باشن رو چیه؟ دارن. اوکی. خب بحث بعدی چی؟ فول داپلکس. مثالی که برای این میتونیم بزنیم همون بحث بی سی مون، نمیدونم از این جور چیزا میتونیم حساب کنیم که یک طرف باید مثلا شاسی رو نگه داره، صحبت کنه، بعد شاسی رو ول کنه و نفر بعدی صحبت کنه. فول داپلکس هر دو طرف همزمان میتونن هم ارسال کنن هم چی کار کنن؟ دریافت کنن. اوکی. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا مکالمه‌های تلفنی که امروزه داریم انجام میدیم، شما در آن واحد در لحظه میتونید هم گیرنده باشید هم فرستنده و این تکنولوژی الان مورد بحث ماست. اوکی. ما توی شبکه کلا سیمپلکس نداریم، شبکه های باس به صورت 7 داپلکس بودن، جلوتر راجعش صحبت میکنیم راجع به شبکه باس، ولی الان بدونید که شبکه های باس ضعف دیگه شون چی بوده. حالا میبینید متوجه شدید که چرا توی قسمت قبل کامل و شفاف راجع به باس صحبت نکردم، چون شما اینا رو باید میدونستید و میومدیم گفتیم خب حالا که من میگم شبکه باس به صورت مثلا 7 داپلکس بوده، شما دیگه ضعف‌هاش رو راحت میتونید شناسایی بکنید. خب امروزه ولی چیم؟ فول داپلکس. هر دو طرف همزمان میتونن هم فرستنده باشن هم گیرنده. مبحث بعدی مبحث کامیونیکیشن متده. خب این چیه؟ به این صورت، این منم وقتی که دارم صحبت میکنم و در واقع طرف صحبت من همه شما عزیزان هستید، میگیم چی؟ برادکست. یعنی من دارم حرف میزنم یا در واقع دارم مثلا داد میزنم و مد نظرم همه افراد حاضر در اون جمع هستن. به این میگیم چی؟ توی بحث شبکه میگیم برادکست. اینجا یه کامپیوتر رو در نظر بگیریم که با همه کامپیوترهای اون شبکه کار داره. موقعی که این مدل ارتباط برقرار میشه میگیم این کامپیوتر داره اصطلاحاً برادکست میکنه. خب پس ارتباط یک به در واقع همه. مالتیکست، باز این منم با تعداد خاصی از شما عزیزان کار دارم. مثلا میگم فقط آقایون گوش بدن. خب پس مد نظرم خانوما مثلا نبودن یا بالعکس، فرقی نمیکنه. یا مثلا میگم افراد مثلا زیر 30 سال فقط گوش کنن، افراد مثلا بالای 30 سال مد نظرم نیست. خب پس دارم یک دسته بندی انجام میدم. پس طرف صحبت من مجموعه ای از افراده، نه همه افراد. من با افراد خاصی کار دارم. خب پس به میگیم چی؟ مالتیکست. اما یه موقعی هستش که طرف صحبت من یک نفره فقط. خب من با یک نفر کار دارم، مثلا میگم علی، با علی فقط کار دارم. وقتی من ارتباط یک به یک داریم برقرار میکنیم بهش میگیم چی؟ یونیک است. پس ارتباط یک به یک، ارتباط یک به چند و ارتباط مثلا یک به همه. این تعریف هاییه که ممکنه خیلی جاها ببینید. پس یونیک است، ولی ما هیچ موقع از یک به یک و از این جور چیزا استفاده نمی کنیم. یونیک است، مالتیکست و برادکست. اگر اینطوری دارم توضیح میدم که یک به یک، یک به چند، یک به همه، به خاطر اینه که تو ذهنتون جا بگیره، وگرنه ما هیچ موقع از این اصطلاحات به این صورت استفاده نمی کنیم. خب اینم تا اینجا. جلوتر با همه اینا کار داریم و
ارتباطات شبکه ما امروزه بر این اساس داره شکل میگیره و عرضم به خدمت شما که خیلی مهمه که اینا رو دقیق و درست بدونید. خب بریم سراغ شبکه باس. شبکه باس کانکتوری که توش استفاده میشه، کانکتوریتونه بالاتر توضیح داده بودم که بعداً بیشتر راجعش صحبت میکنیم. کانکتوری که استفاده میشه کانکتور BNC هستش که اینه به این صورت. این چیکار میکنه؟ قراره که یک کابل کوآکسیال متصل بشه، بعد این قسمت رو ما متصل کنیم به کارت شبکه و به این صورت ارتباط این کامپیوتر و خب این کارت شبکه به مین بورد متصله و ارتباط این کامپیوتر با شبکه برقرار بشه. خب پس این تا اینجا اوکی. پس یک کانکتوره که قراره ارتباط ما رو برقرار کنه. بعدش چی؟ تی کانکتور. تی کانکتور اینه. خب چی کار میکنه؟ ما فرض کنید که مثلا 3 تا کامپیوتر داریم، همین 3 تا اینجا. خب 3 تا کامپیوتر داریم، قراره یک کابل رو متصل کنیم به اینا. خب از اولی شروع میکنیم، مثلا این کابل رو میکشیم میاریم. خب اینجا باید ازش چیکار کنیم؟ یه انشابی بگیریم از این کابل و دوباره این کابل بتونه چیکار کنه؟ مسیر خودش رو ادامه بده. اوکی؟ به این صورت این قسمتی که الان اینجا با یک رنگ دیگه بکشمش، اینجا رو معمولا از چی استفاده میکردن؟ تی کانکتور. این قسمت به این صورت. خب پس دو سرش کابل چی میخورد؟ کوآکسیال میخورده با BNC این قسمت ها و این قسمت میومده وصل میشده به این کارت شبکه به این صورت. ترمینیتور رو بحثش رو میکنیم اینه. بعد برل یه موقعی بود مثلا اینجا کابل کوتاه میومد اینجا. خب مثلا کابل کوتاه میومد و قرار بود مثلا کابل کشی رو ادامه بدیم. از چه استفاده میکردن؟ از این برله که دو سرش کابل کوآکسیال متصل میشد و ما میتونستیم این کابل رو چیکار کنیم؟ اصطلاحاً اکستند کنیم و بتونیم ادامهش بدیم. خب من اینا رو که پاک میکنم به خاطر اینه که بعدیا رو علامت میزنم گیج کننده نشه. بعد برای 2 تا پروتکل یا به اصطلاح اکسس متد وجود دارن که بتونن در واقع کامپیوترهای شبکه باس با همدیگه در ارتباط باشن. یکی CSMA CD و یکی CSMA CA Carrier Sense Multiple Access Collision Detect و در نهایت Collision Avoidance. خب 2 تا پروتکل مجزا بودن. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا ما توی یک شبکه باید انتخاب میکردیم که میخوایم از این پروتکل استفاده کنیم یا از این. اینم همینطوری نبود ما بیایم تعیین تکلیف کنیم. بحث تجهیزاتی که داشتیم استفاده میکردیم مهم بوده. همونطور که صحبت کردم شبکه باس یک شبکه چی بوده؟ 7 داپلکس بوده. یک نفر میتونسته شروع کنه به ارسال دیتا، بقیه تو اون لحظه نمیتونستن دیتایی ارسال کنن. خب اگر میکردن چی میشد؟ اگر اینا هم شروع میکردن به ارسال دیتا، مثلا این دوتا با هم دیگه شروع میکردن به ارسال دیتا، این در واقع این بسته های اطلاعاتی که ارسال میکردن یه جایی به هم دیگه میرسیدن، تصادف رخ میداد و به این تصادف چی میگفتن؟ کالیژن. پس موقعی که میگیم کالیژن رخ داده یعنی یک تصادفی توی شبکه اتفاق افتاده. خب پس در هر لحظه به همین دلیل یه نفر بیشتر نمیتونست ارسال دیتا انجام بده. حالا پس این پروتکل قرار بود یا این اکسس متد قرار بود بر ما چه کاری رو انجام بده؟ قرار بود کاری رو انجام بده که این کامپیوتر وقتی میخواد ارسال دیتا انجام بده مطمئن بشه که این خط یا این مدار الان توسط کامپیوتر دیگه ای اشغال نیست و کسی در حال ارسال دیتا نیست. اوکی؟ پس کارش این بوده، اکسس متد، که مطمئن بشه الان این بستر، این نتورک خالیه، هیچ کس ازش استفاده نمیکنه، کسی در واقع در حال ارسال دیتا نیست و شروع کنه به ارسال دیتا. حالا مدل هایی که با هم دیگه مدل هایی که چک میکردن این خط آیا خالیه یا نه با هم دیگه فرق میکرده. وارد دیتیلش هم نمیشیم، خیلی هم مهم نیست. هر کدومشون یه
مدلی رو چیکار میکردن، در پیش میگرفتن که مطمئن بشن این خط خالیه. اینی هم که اینجا گذاشتم اینم دوباره BNCه، فقط باز شدهشه، همینیه که اینجا دارید میبینید، فقط باز شدهشو گذاشتم که ببینید. تو اینترنت هم سرچ کنید مسلما پیدا میکنید. خب حالا که این رو توضیح دادم، بریم سراغ این که بخوام ترمینیتور رو توضیح بدم، چون اینجا متوجه شدیم پس یه دونه کامپیوتر بیشتر حق ارسال دیتا نداره. فرض بفرمایید که این شبکه ماست، من اینا رو پاک کنم، این شبکه ماست، من قراره چیکار کنم؟ یک دیتایی رو ارسال کنم. خب این دیتا ارسال میشه و مثلا یک کابلی رو اینجا رها کردیم، فرض کنید فعلا اینطوری در نظر بگیرید، یک کابلی اومده اینجا رها شده. خب چه اتفاقی میفته وقتی که این در واقع جریان الکتریکی به انتهای این کابل میرسه؟ با چی مواجه میشه؟ با هیچی، در واقع با هوا داره مواجه میشه. خب هوا مقاومتش بی نهایته و باعث میشه که این جریان الکتریکی وقتی از روی این کابل داره عبور داده میشه اینجا برگرده دوباره. به این عملیات میگیم چی؟ این عملیاتی که رخ میداد، این اتفاقی که میافتاد، بهش میگفتیم بانسینگ داره رخ میده، برگشت داره رخ میده. خب و این بانسینگ وقتی رخ میداد چی میشد؟ فرض کنید این در حال ارسال دیتاست، اینجا به هم دیگه برمیخوردن و دوباره کالیژن رخ میداد. خب به همین دلیل از چی استفاده میکردن؟ از یک ترمینیتور استفاده میکردن که مقاومت مشخصی داره، زوم کنم 50 اوم. اینجا از این ترمینیتور استفاده میکردن، پس اینجا به جای اینکه همینطوری ولش کنن اینو استفاده میکردن، ترمینیتور رو استفاده میکردن که بانسینگ رخ نده. اینم تا اینجا دیگه مبحثی باقی نمیمونه راجع به این مطالب. دو سر شبکه باز رو باید حتما از ترمینیتور استفاده میکردن، چون مقاومت های این کارت شبکه ها متفاوت بوده. چیکار میکردن؟ حتما دو سر شبکه اینطوری نبوده که وصل کنن به این کامپیوتره، وصلش میکردن به چی؟ این ترمینیتورها. یعنی اول و آخر کابل نه به کامپیوتر خورده بود نه ول بود، به این ترمینیتورها متصل میشد. اینم تا اینجا. حالا جلسه بعد راجع به بحث دوباره باسی کوچولو صحبت میکنیم، بعدش میریم سراغ مطالب دیگه. به خدا میسپارمتون تا جلسه آینده.